اگر به دنبال یک هدف هستی و نمیفهمی که باید چیکار بکنی یا میخوای که در خارج درس بخوانی بورسیه بگیری، ما برات میگم که همیاله زبان چینایی رو شروع بکو. تا 5 الی 6 ماه یاد میگیری بخیر و امتحان زبان چینایی که از لیول اول شروع میشه تا به لیول چهارم و پنجم، که لیول چهارم به نظر ما یک نسبتا آسان است و اگر پاس بکنین میتونین که بورسیه زبان به دست بیارین. و در چین بورسیه های چین دو نوع است، یکی بورسیه های دولتی چین است و یکی بورسیه های ولایتی است. که بورسیه های دولتی چین نسبتا هم معاشش بلند است و هم امتیازاتش بلند است، اما میجر به زبان چینایی هست. پس به خاطر از شما باید زبان یاد داشته باشین. و ولایتی بورسیه های ولایتی هم به زبان انگلیسی است و هم به زبان چینایی. دو هم معاشی که دو میته شاید نصف برابر بورسیه های دولتی چین باشه. دوستان عزیز، زندگی در کشور چین و همچنان تحصیل در کشور چین یکی از بهترین آپشن هایی است که شما میتونین داشته باشین، چون در چین هم فرصت های کاری و هم فرصت های تحصیلی بسیار زیاد است. پس برای تحصیل در چین یا زندگی و کار کردن در چین اولین شرط آموختن زبان چینایی است و وقت زبان یاد داشته باشین خیلی از دروازه های پیشرفت برای شما باز میشه. پس شما خودتان با تلاش خودتان میتونین بورسیه به دست بیارین و از فرصت های کاری اینجا استفاده بکنین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین و اگر کدام سوالی دارین میتونین در بخش کامنت به ما بنویسین و همچنان ما را فالو بکنین و این ویدیو را با دوستای دیگه تان شریک بسازین. تشکر.